درود به همه، به کانال یوتیوب من خوش آمدید. امروز می‌خوایم روایت شیر و آهو رو بررسی کنیم و درس امروز رو یاد بگیریم. شیر نری دلباخته آهوی ماده شد. شیر نگران معشوق بود و می‌ترسید به وسیله حیوانات دیگر دریده شود. از دور مواظبش بود، پس چشم از آهو برنداشت تا یک بار که از دور او را می‌نگریست، شیری را دید که به آهو حمله کرد. فوری از جا پرید و جلو آمد. دید ماده شیری است. چقدر زیبا بود، گردنی مانند مخمل سرخ و بدنی زیبا و طناز داشت. با خود گفت حتما گرسنه است. همانجا ایستاد و مجذوب زیبایی ماده شیر شد و هرگز ندید و هرگز نفهمید که آهو خورده شد. درس امروز: 1. همیشه سعی کن با همجنس خودت وارد رابطه عاطفی بشی، چون شیر یه روزی بالاخره میره پی جنس خودش. 2. هر کسی که ازتون مراقبت میکنه حتما دوستتون نداره و وقتی که زمانش برسه شما رو رها میکنه. 3. هیچ وقت یه تله نباش برای رسیدن شیر به شیر. اگر میبینی مال تو نیست ازش بگذر. 4. هیچ وقت نظر کسی که از تو رد شده از دور شاهد مرگ تو باشه. تو با ارزشی، درست مثل آهو مراقب خودت باش و هیچ وقت ریشه خودتو نسوزون برای بوته‌ای که معلوم نیست از کجا سر در آورده. خب، به پایان ویدئوی امروز رسیدیم. ازتون میخوام شما هم چند تا درس اضافه کنید و داخل قسمت نظرها برام بنویسید. منو دنبال کنید. بدرود تا یک ویدئوی آموزنده دیگر.